من الان 9 ساله که تمام دوستامو از دست دادم. هیچ دوستی ندارم، چون شما باید برای دوست وقت بذارید و وقتی نمیتونید براش وقت بذارید دیگه براش فایده‌ای ندارید و کم کم رابطت با اونا از بین میره. دیگه این شکلی نیست که اگه یه سختی میاد سمتت بخوای با عنوان درد و دل با کسی حرف بزنی. اون موضوع میاد سمت خودت و باید حلش کنی. میدونی کم کم وقتی دور میشی انتظارت از آدما از بین میره. حالا میخوای برای کسی خوب باشی هستی، میخوایم نباشی نیستی دیگه. توی هیچ صحبت و جمله بندی که نباید نمیرم، چون قبلش یه بار به خودم چک میکنم که این موضوعی که الان داره عنوان میشه، این صحبتی که از سمت این آدمی داره میاد سمتت، اگر توش ورود کنی به رشدت کمک میکنه. بعد خب اغلب موارد توی ارتباطات دوستانه اینجوریه که جواب برات اینه که نه، بهت کمک نمیکنه، پس میکشی. راجع به چیزایی که به تو ربطی نداره دیگه حرف نمیزنی. یعنی با یه به من چه، به تو چه، به ما چه خودت رو مهمون میکنی و از همه اینا میای عقب وای میسی. متمرکز میشی رو خودت. یه روتینی برات اتفاق میفته که هی اون تکرار میشه. مثلا من 5 صبح بیدار میشم، جزئیاتمو پیش میبرم، 10 شبم خوابم. مگر اینکه حالا جلسات آنلاینمو داشته باشم، ناچار باشم بیدار باشم. توی هیچ جمع دیگه ای من بیشتر از 10 شب نمیتونم بیدار بمونم، مگر اینکه رشد خودم پی موضوع باشه.